میخوام از 2 تا دعا براتون ذکر بکنم و کلام خودم را خاتمه بدم. یکی دعایی است که امیرالمومنین در شبی که ضربت خورد کرد و یکی هم دعایی که فرزند او در 11 عاشورا حضرت زینب کرد. شب 19 ماه مبارک رمضان که امیرالمومنین علیه السلام انتظار دمیدن سپیده را میکشید تا به فیض شهادت نائل شود، شب پر اضطرابی بود، نه از این جهت که امیرالمومنین از مرگ ترس داشت، قسم به خدا یاد میکنه که مرگ برای من، انس من به مرگ از انس کودک شیرخوار به پستان مادرش بیشتر است. علی که از مرگ نمیترسه، علی که وقتی ضربت میخوره فزت و رب الکعبه میگه. اضطراب علی از مرگ نیست، اضطراب علی از کندی طی شدن ثانیه ها و دقیقه هایی است که او میخواهد به دیدار معبود بشتابد. میگه در اون ایس و بیس ملکتنی عینی و انا جالس فسنه لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همینجور نشسته بودم که یک لحظه خواب به چشمام اومد، یا به قول خودمون چرت زدم. فایزن ناگاه رسول الله بر من ظاهر شد. علی ابن ابی طالب شکایت میکنه به پیغمبر: ماذا لقیت من امتک من العود واللدد. ای پیامبر خدا، چه کجروی ها و چه کینتوزی هایی که از امت تو دیدم. پیامبر میفرماید ودعو علیهم، نفرینشان کن. حضرت علی ابن ابی طالب یک دعا میکنه برای خودش و یک نفرین برای مردم. میخوام ادب دعا و نفرین را هم از امیرالمومنین یاد بگیرید. با این همه رنجی که دارد، در اوج ادب، بدون اینکه یک ذره از مطلب او اهانت، فحاشی، تخریب، تحقیر و توهین کسانی که خون به دل او کردن در بیاد، در عین حال نفرین میکنه که در واقع یه پیشبینی وضع آینده است. میگه که ابدلنی الله بهم خیرا منهم و ابدلهم بی شر لهم منی. دعای امیرالمؤمنین، این دعای اوج انسانیت در شب ضربت خوردنش اینه که خدایا به جای این مردم که مرا اذیت کردند و درک نکردند، مرا ملحق به مردمانی کن که بهتر از اینا هستند و به جای من اینها را با کسانی مشهور کن که از من بدترند. این دعای امیرالمؤمنین و این نفرین امیرالمؤمنین است. و همینطور شد. علی ابن ابی طالب در شب 19 ماه رمضان به دست کینتوزترین و شقیترین انسان روی زمین ضربت خورد و در شب 21 به ملأ اعلی پیوست و به پیامبر ملحق شد که بهترین خلق خدا بود و مردم قدر نشناس ناآگاه نیز با انسانهای خبیث و پلیدی روبرو شدند
که روی تاریخ بشری را سیاه کردند